در حالت وجراسانا قرار بگیرید. سپس روی زانوها بلند شوید. دستها را روی کمر گذاشته با یک دم به آرامی به طرف عقب خم شوید. ابتدا با دست راست پاشنه پای راست و سپس با دست چپ پاشنه پای چپ را بگیرید. در حالی که لگن را به بیرون حرکت می دهید، سعی کنید رانها عمود بر زمین باشند. به تدریج سر و گردن و ستون فقرات را تا حد امکان به طرف عقب خم نمایید. در این حالت تنفس عادی خود را انجام دهید. در بازگشت به ترتیب دستها را آزاد کنید. کمر را با کمک دستها به حالت عمودی درآورید. همراه با بازدم به وضعیت اولیه برگردید.